بسم الله الرحمن الرحیم. اول از تفسیر سوره مسد شروع می‌نماییم. تفسیر سوره مسد. سوره مسد نامگذاری شده است این سوره به سوره مسد. اولا نام‌های سوره توقیفی است، یعنی که توقیفی این سوره ها را الله سبحانه و تعالی نامگذاری کرده است. چون در خود این سوره آمده است فی جیدها حبل من مسد، مسد ذکر شده است. و همچنین سوره تبت هم گفته می شود، این اجتهادی است. و سوره ابی لهب هم گفته می شود، اجتهادی است، چون تبت یدا ابی لهب و تب آمده است. و عدد ترتیب این سوره ها، عدد آیات های این سوره مسد 5 آیات است و در مکه مکرمه نازل شده است. و ترتیب نازل شدن این ششم سوره است و ترتیبش در قرآن باشد 111 سوره است. و موضوعات این سوره مبارکه بیان ابی لهب و زوجه اش، همسرش، و بیان مسیر اینها. و مقصدهای این سوره مسد این است که بیان هلاکت صاحبان، صاحب نسبان، صاحب منصبان که اهل کفر قرار گرفتن، اهل عداوت به دین قرار گرفتن. سوره مبارکه در برگیرنده هلاک ابی لهب که دشمن الله و رسول الله است، که دشمنی سخت بر رسول الله داشت، بر این رساله مبارک داشت، با آنگونه دشمنی میکرد که حتی کار و فعالیت خود را ترک میکرد، از رسول الله پیگیری میکرد تا که دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، دعوت مبارک رسول صلی الله علیه و سلم رو فاسد بگرداند و مردم رو از راه ایمان و تقوا و پرهیزگاری و این راه صدق و باوری به این رساله باز بدارد. و این سوره مبارکه این ابی لهب رو با همراه همسرش یک وعید قرار داد، آن آتشی که در جهنم بر او قرار میگیرد و همسرش رو در آنجا قرار داد، یک عذاب دردناک شدیدی و آن بندی که حیزم میکشید در آتش جهنم با آن جزا و عذاب کرده می شود. مناسبت این سوره مسد بر سوره قبلیش سوره نصر که می شود، که در سوره نصر بشارت رسول صلی الله علیه و سلم با نصر بر کافران در این دنیا، و سپس سوره مسد آمد اندر بیان عاقبت کافران. سوره قبلی بشارت پیامبر، سوره نصر، و سپس سوره مسد عاقبت کافران و هلاکت آنها در آخرت که این ابو لهب و همسرش است. پس مناسبت اول سوره با آخر سوره، الله سبحانه و تعالی در این سوره مسد شروع نمود بر یک وعید شدید به ابو لهب و با اتمام رسانی این سوره رو بر یک وعید شدید به همسرش جمیل، چون این جمیل همسر ابو لهب نیز بر رسول الله آزار و اذیت های، شکنجه های بزرگ همه و این سوره مبارکه از بزرگترین دلیل هاست بر اعجاز قرآن و صدق نبوت رسول صلی الله علیه و سلم. بیان ذکر ابی لهب و همسرش که اهل هلاکت هستند. تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک با دستان ابو لهب که رسول الله صلی الله علیه و سلم آزار و اذیت میداد و هلاک شد خود او، و تب هلاک تام شد، بدبخت شد. و این آیه کریمه بیانگر آن است که تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک با دستان ابو لهب که رسول الله صلی الله علیه و سلم اذیت میداد، هلاک شد خود ابو لهب. این است که از نزدیکان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که رسول الله از صالح ترین مردم بود، ولی که خانواده او از نزدیکان او از بدترین مردم ابو لهب بود. بیانگر آن است که عمی پیامبر بود، الهی برای او فایده نبخشید. و الله فرمود سیصلی نارا ذات لهب، سیصلی نارا ذات لهب، بدرستی که بر او یک آتش میرسد، بدرستی که بر او یک آتش میرسد. بر این ابو لهب خبر داد بیان شقاوت بدبختی این کس را به سبب ایمان آوردنش در ظاهر و در باطن، نه پنهان و آشکار. این قوی ترین دلیل است بر نبوت او صلی الله علیه و سلم. و امرأته حمالة الحطب، گفت و زنش هم چیز در آتش است. از هر گناهکاری، هر بدکاری، هر دشمنی بر دین الله سبحانه و مکانش آتش و عذاب علیم خواهد بود. پس تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک باد دستان ابی لهب و خود ابی لهب نیز هلاک باد. این سوره کریمه تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک باد خود ابی لهب و تمام وجود او نیز در آتش میسوزد، هلاک باد. ما اغنى عنه ماله و ما کسب، در حالی که مالی که به دست آورده بود برایش فایده نبخشید. پس این ابو لهب چون گفتم این عمک رسول صلی الله علیه و سلم بود، دشمنی سخت بر رسول الله میکرد، رسول الله آزاد و اذیت سخت میداد، نه ایمان آورد نه رسول الله را ترک کرد. این بود که این ابی لهب که عمک پیامبر بود، این خویش تباری او بر او فایده نکرد. برای هیچ کس خویش تباری نسب و حسب فایدهش نمیدهد. الله مذمتش کرد، مذمت عظیم، یک عار، یک بدی، یک هلاکت تام در روز قیامت او بود. تبت یدا ابی لهب، هلاک بود دستان ابو لهب، شقی و بدبخت بود. و تب،
هلاکت تام و خود او بود. ما اغنى عنه ماله و ما کسب. مال او، ثروت دارایی او برای او هیچ فایده نبخشید. آن مال و ثروت دارایی که داشت او را سبب طغیانش گردید، سبب هلاکتش گردید. این مال و ثروت داراییش و این مال و ثروت داراییش او را از آتش جهنم نجات نبخشید، بلکه بر وی نازل شد که سیصلی نارا ذات لهب، به زودی به آتش شعله‌وری خواهد درآمد. از تمام جنبه‌های او آتش جهنم برای او خواهد رسید. و امرأته حمالة الحطب، و زن او نیز به دوزخ می‌دوید که زنش یک زن هیزم کش بود. در راه رسول الله صلی الله علیه و سلم هیزم خار جمع آوری میکرد تا بر رسول الله آزار و اذیت برساند. این زنش هم رسول الله صلی الله علیه و سلم را بسیار بر کثرت عذاب میداد. هر دو یکدیگر را در دشمنی بر اسلام کمک میکردند، یکدیگر را در عداوت بر اسلام و پیامبر و این رسالت دستگیری میکردند که شر آنها بدی آنها پرقوتر شد. و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. فی جیدها که در گردنش حبل، یک ریسمان من مسد. مسد از لیف، پوست خرما که با آن ریسمان در دوزخ برداشته می شود و بر پایینترین گهدان جهنم انداخته می شود. پس در این سوره مبارکه یک آیت عظیم است از آیه های الله سبحانه و تعالی. الله این سوره را نازل کرد و ابولهب و زنش در حالی که در قید حیات بودند، زنده بودند، و خبر داد که اینها، این دو کس که در قید حیات هستند، در آتش جهنم چنان عذاب خواهند شد و عذاب آنها حتمی خواهد بود و نجات هم نخواهد یافت. اینم از امور غیبی است که الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه بر ما خبر داد. سوره مسد. برای همین این سوره مبارکه برای ما و شما یک گشتت می نماید که دشمنی بر اسلام جز هلاکت چیزی نمی آورد. مال و ثروت دارایی انسان برای انسان هیچ فایده نمی دهد اگر در دین نباشد و عذاب شدید برای او خواهد رسید. هر دشمنی اگر چندی بزرگوار هم باشد و همچنین از نزدیکان این دشمنان که دشمنی بر اسلام میکنند، آنها در این شامل میشوند که در جهنم برای آنها کسی فایده نخواهد رسانید، کسی بر او فایده رسانید نمیتواند. این از بیان تفسیر سوره مسد.